خیلی جای جالب بود اینجا. رو کشتی از اون طرف میه، این طرف یعنی دریچه باز شده دیگه میشه. یعنی دریچه باز شده، کشتی از اینجا میه داخل این کانال، باز یعنی دریچه بسته میشه، اون کانال آبش پر میشه، ارتفاعش میشه به اندازه اون دریایی که تو بالاست. کشتی مثل آسانسور یا لیفت میره بالا، بعد دریچه اون طرفی که باز شد میره اون طرف. حالا ارتفاع ای در دریاچه با این طرف شاید حدود 20 متر یا کمتر بیشتر اختلاف ارتفاع باشه. در این سیستم جالب کشتی ها میتونن در دو تا ارتفاع مختلف حرکت کنن. قسمت داستان کشتیه داره میره بالا دیگه، تقریبا 3-4 متر مونده تا برسه در سطح آب این طرف. خیلی جالب، آب داره پمپ میشه مثل آسانسور، کشتی میاد بالا. خب ارتفاع آب برابر شد، این حال دریچه باز میشه، کشتی تیر میشه. نظر در این عددهایی که اینجا نوشته است، یعنی 4 متر و 20 سانتی کشتی زیر آبه.